من از مفاجاتون بگیرم من با قبرستون تیره کنم چی گیری کردیم ما خودی عزیزان نافهم بیعقل نادان ما کدو قبرستون پول بیارم آلی چطور کنیم ما با بلا میگویم ما خواهم مفتکیم من بلا از اینا مفتکیم ما چه کار کنیم ما دست از اینا جور باشه گیله گله که گیلم از اون احسام خراب شرطی میکنم برا نه شرطیه دیگه چی شرطیه؟ بابا عروسیه می دختر براره می تارتوقه کدو تارتو؟ همی زن مه تو مدام خودی بی عروسیه زن می با خسر مشکل داری مشکل بابا من میگه تو بلومه چون پول ماما بده 5,000 روپیه بده که چرا 5,000 من میگم از کجا بیارم میگم من چون رخ میستونم جوری کوشی میستونم چکار فلان ما میگم 1 روپیه نیه میگه پول بده نمیدی اولگه به عروسی برای ما چیکاره گیلک جو زنم حق داره راست میگه عروسی براره نه اونجا دوست دشمن شیشته سی میکنه که همی فلانی به عروسی برار کو چی مدر رختات یا که حالا که خود تو میفهمی که چیشم هم چیشمیه ما مردم که خور خراب کردیم در به در کردیم به می حسودی و بخیلی و چیشم هم چیشمی من میگم عروسی شو مادری باشه عروسی باشه تو از شکم شیخ گم میدینی وزن تو 390 کیلو شده طور بلدزر انتقال داده نمیتونه رمضان خیگینه به من گفت به مفت نازم تاشون کمر من مثل کمر گیوری شکسته 5,000 روپیه به خدا پیش پاتو بیافون نمیدم قولین بگیره برار تو خودی عروسیو اصلا نمیریم پاکتم 10 سلامت ریش میکنم تو گپا مفت میزنی کاکا با خدا عروسی برار ما بود 15,000 روپیه به زن خوبه دادم انو لبای لکته بود که کمه پول بله ها بله های نداره شکم تو بقول میلو شکر بزه سر نیه اگه تو به کسی بگو که تو نشناسه میشا خونه شما گوشنگی مال عقب میره اصلا میشا خونه مگوشنگی عقب چی که سرپلوک بر عروسی باشه مگر اینیه ای تا بوم موری و به شهری پیدا کنی نداری 4,500 بدی جون چرا 5,000 میگی با 4,500 میگی 500 میگن کمتر بدم با دستی ها 4,500 با تو بدم از کی بستونم با 500 لنگ کشم لنگ مثل که فقط نگی کف باشه توره کفشم بخوره شده خب من پا 4,500 پول با تو بدم از کی بستونم تو مهاجرت نفر بده که کی نما وقتی بستونم جلو یک کیل میگیرم بزرگ از اون استونم با بیشتر همون برو جلو یک کیل جلو یک کیل تو میتونی گرفته گربه پیش تو راه قلب تو مثل که تو جلو نفر میتونی گرفته نول تو از این کارا نیه گیل جو بیازی پس سوای به خیالمو چیزه پول پیدا کو بده بزن خوکتور به سرار ها میرم نمیده شهر همین 3-4 شهری میشم همیتنه که سال به 12 ما یا لنگ کاش من نمایم خو یک زندگی هم بزیو فراهم نکردی بزیو میگن چای بیار میگه گناه بخور خب گناه میگه بخور میگن کش چه میگن بگه دیگ اینا دیگ شوره من که پارزم شوره میگه سپوزی بخور و یک گوشیار بودی هم نیه که دیگه حل دیو بار کنه هر که هم رنگ خور پیدا میکنه خب پیش پاتی بیا فون نمیدم گلب جوشتنی میگم برات جوجو نگردیم برات گپ و مف نگردیم بغل چپ وخیستی یا بغل نه بغل راست وخیستم بغل چپ وخیستم تا قبرستون وخیستم بیا منو که بیا بگی بزن با تاثر بگی نمای تاثر شما کرایه یه فضی نکرده داد نکده که سرما چی گپ سرزدا ای تو سرزدا تو حالا نشته بگواره میشنو بابا شما عروسی داری مگرم رنج خونه و لط و بکس و لغت همه بخورم اما فکر نمیکنی کمی آدم همین آدم مزدوری داره تاشون برات مردم میگرده خرمان کجا چک زنه کجا پشت کشی کنه کجا دریوگیری کنه بره با باغا انگور واکنه میودونه واکنه که بزی سیری پی بده گوشکش گلب جو آدم که زن میگیره هم به زندگی آدم غم وارد میشه هم شادی وقتی که امروز شادی وارد شده لباس نو باید بپوشی همین عید قربون تا به این حالی که استاده این میزگاه چند روز تیر شده عید قربون چند روز تیر شده؟ 5 ماه از عید قربون خب 5 ماه نه 40 ماه نه همین عید قربون تا به حال 5 ماه میشه که نمیفهمیم چی رقم اصلا 5 ماه نه 40 ماه
همین رخ نبیده کش نبیده کال من دیگه بخرم برم بخرم از کجا بخرم گوش کشیم رختایی که دیرو تیار کرده باشم امرو به محفل برم به برخو نمیکنم. تو 5 ماه پیش رخت تیار کردی من امرو به محفل برم به برخو کنم. گیلک جو این به ما چی ربطی داره؟ محفل گرفتیم اگر مثلا رخت و کوشی به خانم خو میخری بسم الله محفل برو تو وای که نمیخری گناه چیه؟ من یک کسی خو بدر کنم برم بده تو بدم برو به خانم خو رخت بستو. خب نه سعی کنی لالا نمیشه ما خبر نکنه ولی ما و شما که بیگونه نیم ایتو کنیم بگیم خوار ما دوماد ما گیلک حیات ما برفته خبر نکنیم. گیلک به تا سر تو کایه یا عقله چیه؟ مگه محفلی که آدم میگیره کینه خوار برار کاکا ماما همینای بی وقتی اشته به تا محفل همین 4 تا زن نمیگم که مثلا خوار جبار به کجایه میشه این کار شد داره. خدا جبار داره بدر کنه که ما داره بدر کن. خب برو قرض کده که باید 6000 نداره تو بگو 5 ریپیه تو بگو 10 ریپیه امرو بودم از صبح کجا تو بستونم گیلک تنی خوربزیر 11 چرک کو برو رخ بستو بزن کو اگه گوش کنه اگه به علیسی شما آمدم به سرمو بچه خدا نیه تا امی تفکر آشپاز اول نداریم هم تاشو نام نزن از اینجی تام پیزی میردود بابا نیو هرگیز خدا نیو ولی خوار ما باید بیایم با رخت کش با نو رخت نو خوبه تنی و تو سه 4-5 شو که از علیسی شما تیر شه میایم همال تور بکشون 50 من یک که خون به بدن تونه تو نتونی یک دستک بزن خوبستونی این خونه خرابه چکا همه مکروبیه نام خدا رفتار سه که کج نداره 2 روز دیگه 3 روز دیگه به علیسی شما بده همال میرم بخو برو کش که بری غیرت کو و پیش مرده قبرستان مگرم برم قوم و خیش رفیق که پول نمیدم چیتا کنم ما چیکار کنم الله جانستان جانجا خیریات جانجا چیزا پای برا خود خب باز گپ میزنی برو برار ما بیامدم گفتم که برار اگه لطفی بکنی همه عروسی دختر برار زن منه عروسی دختر خسوربری تونه ایتا بگو دگه خب انا براره که شما باشیم اگه نرم که میگم نرفتی اگه بری که انال پول مایه برار برو گیلک دیگه بعد از وقتی عروسی میشه تو رو خبر میکنم تو نمیری برو دیگه مسئله نیلیلا با چی گپه مسئله از اینه که زن میگه اردو پاخور به یک کش کرده میگه تو 5000 روپیه پول بده به من که من رخت نو بخو میکنم از این رختا چیک چیکی خودی از این کشایی که مثل سون بگو نیه از اینا من میگم من 5000 یخن کندی کمال مرا گشنگی تیزی نمیگیره من کجا بیارم من آها پس این مسئله که تو نمیری پول نداری که تو نمیری پول ندارم دیگه این گپ که گیلک جال خود تو میبینی که کی داره حال خود تو خبر داری که هیچ کس پول نداره هر جام که به عروسی خبر کنی مجبوری به مون رختایی که به برتون مجبوری به مونا بری دیگه باز همین زنکا ما و شما که اصلا به گپ نمیفهمم هر چی بزی میگی نداری بدتر از این خودت زد میکن بابا کنی لیلا خوب همین دیگه چای بگدشتی بیدیم بعد از سال امروز دختر چه زن ما شما برای ما یک پیرگک چیزی سرشیری و اینا بگدشتیم پیش خود بی شکر ایمی خود اینا به جون ما گناه شد اینا رو میتوردشتم جاتو خیلی بزدم من پینک هزی که ایتا چی بگم چرد باری همه پر از سرشیر بید خب خیر از این بگذار از این گوش کش برار مشک بگذار مشکلت پیش کش نیلیلا برار بر رفاقت که تو به می ترقلی ما عرف اول میزنی جوان خیلی بیتی خرابت رو ببینم هم 5000 روپیه یا 200 بالا 5200 اگه دیری جوان سره بفهمیدی تا می فیلم مرگم 4 روز دیگه کلون شم اینا رو میبرم میفشم پولکات رو برا جو احترامانه میارم اینا رو بده که این مشکل هرچی اگه ندی پول مجبورم برم خور به شهری بر گم کنن تا 4-5 شوی گیلک جو سعی کنم با تو چی میگم اول دیومی اگه میبینی که زن تو زد میکنه بعد از این مجلس یلا کن وقت هم خود تو میبینی 5000 پول فلان به خونه هیچ برادر یا مالی نیه من خود معانی به کیسی من نمیگم نیه من 30,000 پول برقم اومدن پولام به تا کیسی من قبض برقم تا کیسی من که من برم پول برق تحویل کنم خب برو امروز سیاده که من پول رو بده به من
خب من مایم برم قبض برق خور میگم تحویل کنم، به گپ ما نفهمیدی تو. خب قبض برق تو باز من میبرم یک روز تحویل میکنم. گوش کشی قبض برق مرد تو یک روز میبری تحویل میکنی آه. 10 برسه گپ ولی تیر شه. یک گپا میزنی که چی بگم؟ حالا به تو میگم اصلا پول نیه، راد عروسی معروسی ریالکو. اگه میفهمی همیتونه باز کاش که معامله از ریپی 500 باشه با خاک قرض پردی 5000 ریپی تو از کجا قرض میکنی؟ کی داره که تو به تعمی خاله امال بده؟ میگم سه چورشه به باغ شما نمیترسم بیام به باغ شما، خونه باغ خوبی داره اینجا زندگی کنم. حالا خو مشکل خونه باغ من ندارم، مشکل باغ ورار من ندارم. کوخ کلا خای خدا نکرده یک دام ترشه و نیمی میکنه یک کو تنهایی و میگه با ما دردسر تیار میشه. خونه باغ ما کو هست نمیگم نیه. خب خیلی داره. ها دیگه باغ بی کوخ بی کاخه. خود تو نمیفهمی. اصلا راد عروسی ریاله کلا به کل بگو من نمیرم. برم به شهر برو خور چپ دی. خورکم کن. آخه می برار کم پول داره، برو یک دست رختی به خواهر خوب بخره از چی کم بشه؟ نه؟ ازری به 500 ری پس براره که مثلا بعد انگار که داری بمیده جبار کم پول داره. برو بخره به خواهر خو یک دستی. آی اگر شب سحر گردد بسودی ها دلارامی یک گل از خم شود در گرده بسودی جان محبوب هی. اینت کی نباله بله. خب تو گوش که من با تو چی میگم؟ به سهر تو دارم که سهر تو را مال به 100 بیجیش الغم نمیدم. برفتم پیش برار تو خود کل گنده او بدیدم. برفتم پیش نیلولا همسای ما، برفتم پیش رمزون ناینای، برفتم پیش قبرستان، برفتم پیش مرگ مفاجا. به هر جا برفتم میگم پول نیه. من مجبور شدم از این تک گوشی خودتو خداحافظی کنم تا 5 روز 4 روز از عروسی چیر شه، به خیر خوشی بازم میام. آخه من نمیفهم که تو چه کار میکنی، پول از کجا بیاری رخت بخری؟ با خاکی که سیال و دیال و فلان و بامدان داره همین لا بودک داره بدر که یه نکو رد باره رد قبل اگه که بیاد یه حساب کشمیشیه. خدا حافظ تا 5 6 دقیقه دوشه عمال بنده 7 شو که تیر شه عمامله میام.